سلام و عرض ادب خدمت رفیقای گلم، امیدوارم بهتون عالی باشه. همونطور که بهتون قول داده بودم، این ویدیوی یک شنبه تحلیلی است که براتون آپلود شده و قراره که بازار کریپتو برای شما تحلیل بکنم، ببینم که اصلا قراره چیکار بکنیم. خیلی تحلیل میتونه جنجالی باشه، میتونید بپذیریدش، میتونید نپذیرید، ولی میتونید برید سابقه من رو توی تحلیلی که ارائه دادم ببینید توی پیج اینستای من، که توی همین در واقع دیسکریپشن میتونید ببینید لینکی که گذاشتم و برید تحلیل هایلایت های شکارچی بیت کوین رو ببینید، با من بیشتر آشنا میشید و راحت‌تر تصمیم میگیرید که آیا این تحلیل رو لحاظ بکنید توی معاملاتتون یا نه. اما همونطور که همتون میدونید، من همیشه تاکیدم روی این بوده که شما باید روی ارزی سرمایه گذاری بکنید که در مرحله اول پولتون صفر نشه. و الان اتفاقی که توی بازار کریپتو افتاد، اومد این حرف من رو یک مهر تایید روش زد. من روی نمودار چارت تیاریکس هستم، همون ترون. یک ارز بنیادیه. خب ارزیه که بر بسترش داره، حالا TRC 20 داره، در واقع بستری که پولها داره جابجا میشه. پس ارز محکمیه، شاید خیلی رشد نکنه، که هرچند خیلی هم رشد کرده. ولی نگاه کنید این نهایت ریزشی که داشته چقدر بوده. ببینید این کندل بیریخته 10% ریخته. خود مثلا من بیت کوین، من میخوام چند تا چارت رو بهتون نشون بدم و مقایسه بکنید با هم. اول این رو درک بکنید، بعد ببینیم که اصلا بازار قراره چیکار بکنه. اما اولش بگم با بازار دورین میریزه احتمالاً. چرا؟ حالا با منطق تکنیکال بهتون میگم. این بیت کوین نگاه کنید، همینقدر اومده پایین. آیا صفر کرده پولتون رو؟ نه. من روی 16 و 400 توی پیجم خرید داده بودم و هنوزم فروش ندادم. چرا؟ دو سه روز پیش فروش دادم از اون موقع. ولی موضوع اینه که خب با این ریزشه بازم شما توی سودی. درسته بد ریخته ولی ضرری نکردی، مگر اینکه این بالا خریده باشی، که هیچ آدم عاقلی، کسی که با من اومده جلو، میدونه که اینجا محدوده گرونه و ما هیچ موقع اینجا نمیخریم و همیشه دنبال معاملات سل هستیم. بیت کوین بعد نکن مثلا یک ارز بزرگ دیگه مثل ETH USDT. ببینید پس ببین این ریزش اتفاقا برای کسایی که تازه میخوان بیان وارد بازار بشن اتفاقا خیلی ریزش جذابی بود. چرا؟ چون ارزش گذاری کرد بازار رو، اومد گفت آقا من یک ارز قوی هستم، به این راحتی ها نمیتونید منو نابود کنید. اتریوم نگاه کنید چند درصد ریخته. این عدد 3153 یک عددی که من گذاشتم 38 فیبو به عنوان یک محدوده‌ای که برای خرید برای من میتونه مناسب باشه. اگر قیمت بهش برسه، که فکر میکنم بهش میرسه و سیگنال خرید بده، من خودم خریدش رو صادر میکنم و شما میتونید بخرید. اما تو هنوز به 38% موج قدیمی خودش نرسید. الان شاید رسیده باشه. حالا یه فیبو بندازم ببینم که چه اتفاق. نرسیده هنوزم 38% موج همون جایی که من کشیدم و تغییری نکرده. پس این عدد تازه از نظر من میشه عدد منطقی برای خرید اترم. 3000 و تقریبا $3000 دیگه، یا یه کوچولو بالا پایین، $100 بالا پایین. میبینید؟ ولی مثلا نگاه کنید یک سری ارزها اومدن صفر شدن واقعا. مثلا من چه ارزی رو مثال بزنم؟ خیلی از ارزهایی که مثلا بریم فیل رو نگاه بکنیم، فیل USDT که من این رو تحلیلش حالا هست توی پیجم سل دادم و دیگه فروش دادم. نگاه بکنید چقدر ریخته. این سلی که داری اینجا میبینی، این سلی که من تو پیج دادم و به شدت نقطه ورود زیبایی داشته. خب نگاه کنید اینجا رو و به هیچ عنوان نیومده استاپش شده و ریخته. اینجا ریوارد 1/6 خورده ای داشته که من توی پیج رایگان استوریش کرده بودم و از اون به بعد دیگه فقط ریخته. و این نگاه کنید ریزشش چقدر سنگین بوده. این رفته زیر کپ، ببین اصلا صفر شد دیگه عملا. خب این چند درصد ریخته از اینجا؟ 80. این عملا پولتون نابود کرد. پس یعنی این ارز دیگه برای سرمایه گذاری مناسب نیست. حالا اتریوم کلاسیک رو نگاه کنید. اتریوم کلاسیک هم خیلی اومد پایین، اما باز نسبتا صفر نشده. یه 50% ریخت ولی صفر نشد. دیگه مثلا ارزهای دیگه رو نگاه کنید. مثلا با اینا ارزهای نسبتا متوسطی که به صفر. خیلی از ارزها من نمیخوام برم وارد این بشم که چه ارزهای صفر شدن چه ارزهای صفر نشدن، ولی یک تحلیل از XLM خودم بهتون نشون بدم و ببینید که چه تحلیلی من داشتم، چه نقطه ورودایی دادم و ببینید چقدر زیبا بوده. ببینید این محدوده های سبزی که داریم، محدوده های خرید من بوده و از اونجا 626%. خودم 530% سودش رو تونستم بگیرم. نتونستم کل اینو بگیرم چون دروغ اگه بگم کلش گرفتم، چون اینجا یک چیزی دیدم، واگله دیدم سنگین و به نظرم باید میفروختم اون زمان و اینجا من خروج کردم، ولی 626% رشد کرد. و نگاه کنید هنوزم درسته برگشت ولی صرف نکرد پولتون رو. خیلی مثلا ویت رو نگاه کنید. این ارز واقعا تا رفته دیگه زیر این کف اپا رو زده، چیزی نمونده که دیگه به
محدوده ترسناک خودش برسه. مثلا یونی یک صرافی هست، نگاه کنید تا نزدیکای یه ذره میومد پایین‌تر، در واقع 50% دیگه میشد عددهای اول خودش. ولی نگاه کنید اینجا یک محدوده سبز داشتم من و نگاه کنید به این خورده، یعنی این ارز باز نسبتا میتونه معتبر باشه. مثلا یه ارزی مثل وو رو نگاه کنید، این هم صفر شده عملاً. مثلا اینا رو نگاه کنید، اینا خیلی ریسکشون بالا. این مثلا ریپل باز نسبتا منطقی تر بوده و من بارها اعلام کردم که ببین این ارزشون میده که از نظر بنیادی. من توی این ویدیو اولش دو تا بخش داره این ویدیو، گفتم یک شنبه‌های تحلیلیه. اول بهتون بگم که آقا اصلا ارزهای خوب کدومان، اون ارزهایی که گردش مالی خوبی دارن، اون 20 ارز اول بازار. روی اینا سعی کنید سرمایه گذاری بکنید و دنبال خیلی ترید کردن روی بازار نباشید. بیشتر این بازار برای سرمایه گذاری مناسبه. هرچند تحلیلی بهتون توی هر هفته ارائه میدم که میتونید ازش کسب سود بکنید. و نگاه بکنید من این محدوده نیم فیبو رو مشخص کرده بودم برای ریپل که برای بای خوب از عددهای سبز همیشه نشانگر تارگت یا نقطه ورودهایی که کم ریسک هستن توی چارتای من، یا محدودهایی که آبی هستن. زردها محدوده نقطه ورود من هستن که نگاه کنید من اینجا خرید داده بودم و اولین تارگتش این سبز بوده و دومیش این سبز برای خرید بوده و رنگی سبز بوده، یعنی سبز برای خرید. نگاه کنید 84% رشد کرد ریپل بعدش. حالا درسته من خودم اینجا حتی لیمیت نداشتم که بخوام بگیرمش و من خیلی سعی میکنم صادقانه تمام اتفاقاتی که میفته برای شما بگم بدون جهتگیری. حالا بریم ببینیم که بازار اینجا بعد چیکار میخواد بکنه. پس متوجه شدیم که بعد ما بریم برای تحلیل بازار ارزهایی که سفت و محکم بودن توی این ریزش رو نگاه بکنیم و ملاک تحلیلی قرار بدیم، چون در غیر این صورت بازارهای سست و بی حجم چه ارزشی دارن که ما اونها رو تحلیل بکنیم. پس توی این ریزش میریم اولین ارز محکم بازار خود بیت کوین سلطان رو نگاه میکنیم و ببینیم که چه اتفاقی براش افتاد و چه اتفاقی رو میخواد برای فردا پس فردا رقم بزنه. ببینید ما یه اصطلاحی داریم به اسم اینساید بار. اینساید بار وقتی یه کندلی که شکل میگیره، اگر کندل بعدی هم رنگ اون و تو دل خودش بشه میشه اینساید بار. اینجا ببینید یه کندل قرمز داریم ما و همون کندل ریزش ترسناکه منظورمه و این کندلی که من دارم توی مرکز دایره بنفش خودم مشخص میکنم برای شما، همون کندلی هستش که تو دل کندل قبلی هست و رنگش هم همون رنگه، یعنی اینساید باره. این چه معنی میده؟ این میگه که بازار میتواند روند خودش رو ادامه بدهد. یعنی چی؟ یعنی اینکه این میتونه، این درسته داره میاد میتونه چی قیمت دوباره بریزه مثلا بره به سمت پایین. و شادوهایی که من همیشه توی دوره‌های آموزشیم گفتم، بله من دوره آموزشی دارم، اگه براتون سوال هست دوره والیوم هم کریپتو هم فارکس و دوره پرایس اکشن برای کسایی که نسبتا میشه گفت تازه کارترن. ولی اینجا بحث اون نیست. خواستم بگم که این نکته رو من همیشه دوره گفتم که اون شادوهایی که خیلی بلندن و خیلی سریع میرن بالا پایین، این شادو در واقع گپ در نظر گرفته میشه. یعنی محدوده هایی ما داخل این داریم که معامله نشده باقی مونده و این شادو از همون شادو بود. اگر بریم تو تایم پایین متوجه میشید دیگه که چه اتفاقی افتاد. دیدید دیگه خودتون. من یه تایم مثلا برام 5 دقیقه بهتون نشون بدم. خب ببینید این ریزشی که اتفاق افتاده و برگشتش خیلی سریع بوده. حالا باز اگه بریم تایم پایینتر خیلی مشهودتر میشه این موضوع و میبینید که خیلی این ریزش و برگشت سریع بوده در واقع. ببینید زمانی که اتفاق اینجوری میفته، یعنی خود اینها رو میتونید شما به عنوان گپ در نظر بگیری. خب و گپ ها چه کار میکنن؟ همیشه اینو عملا شنیدید که گپ ها پر میشن. پس احتمال یک اینه که، یعنی سناریو یک اینه، اینا محدودهایی که قبلا کشیدم و اینه که پر بشه. شاید مثلا بره بالاتر، چون این بالا هم این محدوده ها هم در واقع گپ دیگه، اینجا هم در واقع گپ. حالا شاید اینا پر بشه و شاید پایینیا، ولی سناریو اول ریزشه. چرا؟ چون شما داری خرگوش رو واضح میبینی در داخل این محدوده‌ای که بازار ریخته. حالا این چون یه تایم خبری بوده، میتونی بگی خرگوشاش یه مقدار نسبتا ضعیف‌ترن چون بنا به خبر این ریزش رو رقم زدن. ولی خب ما قبلش هم این رفتار داشتیم. این کندل بزرگه رو ببینید که من اینجا سل داده بودم و میبینید که بعد از اون قیمت رو باز هم به سمت پایین هی هول داده. الان میتونه همین کارو بکنه
و این بالا رفتن آخر میتونه این گپ خستگی باشه. یعنی این گپ ها، این اف بی جی که اینجا میبینید معنی گپ خستگی میتونه بده. حالا شما میخوای سرمایه گذاری بکنی، میخوای پولتو نقد کردی. من چون اینجا اومدم گفتم که بازار در واقع میریزه، اینجا بود قیمت، گفتم بازار مستعد ریزشه، میریزه. حالا شما نقد کردی، به حرف من گوش دادی، احترام گذاشتی به خودت اول، به پول خودت، به سرمایه خودت، و بعد به تحلیل من. و الان میخوای با من بگی سوی حالا که ما فروختیم کجا بخریم، چیکار بکنیم؟ از اون جایی که من سناریوی اول من ریزشه، به احتمال 60% میگم میریزه، اینه که پس فعلا نمیخرم. حالا چه اتفاقی بیفته که من بخرم؟ من یک محدوده آبی این پایینا دارم. این محدوده پر ریسکه، یعنی رنگش رو من باید تغییر بدم به نارنجی. محدوده پر ریسک، اولین محدوده ای که از نظر من جذاب میتونه بشه برای خرید این نارنجی است. و بعدش این محدوده بنفشی که مخصوصا مشخص کردم، اینجا به احتمال 60% نوع واکنش به سمت بالا خواهیم داشت. این که بره سقف رو بزنه یا چقدر به بالا من نمیدونم، باید اون زمانی که رسید بیام بازار رو نگاه کنم، ان یک شنبه تحلیل دیگه اینجا برسه که من بتونم تحلیلش رو خیلی قشنگ برای شما بزنم و شما هم بتونید فرصت این رو داشته باشید که ازش استفاده بکنید. ولی به هر حال اگر هم نباشه توی استوریا میگم، لینک پیجم گذاشتم، هم میتونید واردش بشید، توی استوریا حتما اعلام میکنم. حالا نکته مهم چیه؟ حالا فرض میکنیم این سناریویی که من کشیدم رو پایین اتفاق نیفتاد، ما توقع داریم قیمت به سمت پایین و ما روی این سقف در واقع ما اینجا فروختیم دیگه، کل بازار رو نقد کردیم. حالا فرض بکن بازار نیومده و این چیزی که سهیل رمضانپور توقع داشت رو رقم نزد، من اون موقع کجا باید بخرم؟ اون موقع شما باید وایسی قیمت بیاد، اول از این سقف رد بشه و این سقف رو کلوز بکنه. اگر این سقف کلوز شد، شما نگاه کنید مثلا از اینجا تا اینجا مگه چند درصده؟ ببین 3%، 4% فرقش. شما اینجا فروختی میخوای بری بالاتر بخری، ولی با دلیل و منطق رفتی خریدی. یعنی این ریزشی که یک سری ارزامی داشت صفر شد، این ریزش رو شما داخلش نبودی، امن بودی ازش، درسته؟ و بیت کوین نریخت. حالا مطمئنم که خیلی از شما اصلا بیت کوین توی سبدتون ندارید و خیلی از آلت کوین ها رو دارید، نات کوین و فلان و ارزایی که خیلی الان متاسفانه ریزش سنگین 90%، 99% داشتن. پس من فرض میکنم شما کلا بیت کوین داشتید، با این حال با 3% اختلاف دوباره میای بالای این. تازه چی؟ روی پول بکش که تا این بخواد پول بک بده، شاید حتی تا اینجا هم بیاد پایین. این باز هم میتونی همون قیمت، یعنی قیمتی که فروختی در واقع 124,000، مثلا قیمت بیای 115,000 دوباره بهت فرصت میده بخری قطعا اگر بخواد به سمت بالا برود. پس ما دو جا خریدار باز داریم. اولین جا قیمت بیاد به محدوده 91 تا 88,000، اگر برسه جای خوبیه برای خرید، یه واکنش رو به بالا داره. حالا شاید مثلا سوینگ کوتاه مدتی باشه یا به تبدیل به سوینگ بلند مدتی بشه، اون رو اون زمان بهتون میگم. یا اینکه بیاد این سقف رو بشکونه و در واقع تو پولبک سقف شکسته شده ما بخریم، که احتمال این کمتر از سناریوی اوله. ولی در هر صورت ما فقط این دوتا جا خریداریم. شما اجازه نداری بیای اینجا بخری، اجازه نداری اینجا بخری، اجازه نداری اینجا بخری. ریسکش زیاده. اگرم یه موقعی احساس کردی که باید بخری، داری جا میمونی، حس بدی به دستات، اگر 1,000,000 تومان پول داری، چقدرشو بخری؟ مثلا 50 میلیون بخر، 20 میلیون بخر، 30 میلیون بخر، بیشتر نخر. چرا باید بخری وقتی احتمال ریزش میده؟ خب پول تتر مگه نیست؟ مگه پول تو مگه دلار نیست؟ از تورم که جا نمیمونی، اگر بره بالا تو هم پولت رفته بالا دیگه. ما این ارزها رو میخریم نه به خاطر اینکه ریسک بکنیم پولمون از، حالا به فرض مثلا 10,000 دلاری که میشه 1,000,000 مثلا بیاد صرف بشه، که اینو میخریم که 10,000 دلار بشه 10,001 دلار، بشه 10,002 دلار. پس الکی ریسک نکنید توی مارکت و فقط با این سناریو. حالا هر زمان که بیت کوین یا اتریوم این سناریوی خودش رو تکمیل کرد، من اون زمان میام حالا تحلیل ارزهایی که به نظرم مناسب هستن، مثلا مثل ترون مناسب یا هستن، یا مثلا مثل سولانا مناسب هستن برای خرید، رو بهتون معرفی میکنم. حالا این بحث کل بازار رو بهتون گفتم تحلیل به چه صورت هست. بریم ارز اتریوم رو نگاه بکنیم و نگاه بکنیم آیا اینم اینساید بار زده. ببینید بچه، اینم اینساید بار زده، میبینید اینم اینساید بار زده، پس دارن سناریویزیشن میدن. بریم سولد رو نگاه کنیم، ارزهایی چون حجم بازار حساب میشن. ببینید این هم اینساید بار زده، میبینید
من این سناریو رو کشیده بودم، این پایین بده پایین داد، بالا بده بالا داد، و اینجا به بچه‌ها گفتم که بچه بفروشید و اینجا فروش اتفاق افتاد و نشون داد که به تارگت نمیتونه برسه. اگر این شکل و شمایل نمیشد و من این واگرایی ها رو اینجا نمیدیدم، قطعا فروش نمیدادم و میگفتم بره تارگت رو بزنه. اما میبینید که تمام سناریوها دقیق پیش رفته. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من باشید. یه لایک حداقل بزن من جون بگیرم، یه کامنت بزن ارزهایی که میخوای بررسی بشه که پولیس اصلا ارزش خرید دارن ندارن رو توی کامنت برام بنویس. توی روزهای آینده یا توی استوریو یا توی یک شنبه تحلیل بعدی برای شما رو تحلیل میکنم و لحاظش میکنم. اگرم کانال منو نداری ساب کن، اون دکمه رو بزن، زنگوله رو روشن کن که باعث میشه تمام بازار بیاد تو مشتت، کلا بدونی بازار داره چیکار میکنه. دم همتون گرم. بدرود.